اگر که یک جنگی در بگیره نیروهای مسلح کرد این وسط ممکنه نقش آفرینی بکنند یا نه؟ بستگی به این داره چقدر سپاه پاسداران رو و نیروهای سرکوبگر رو مورد هجوم قرار بدن و اونها رو بخوان متلاشی بکنن، مراکزشون و پایگاهاشون رو. بایستی وضع عمومی در ایران رو سنجید. من فکر آقای می‌کنم موصدی، اگر احتیاج به نیروی زمینی باشه در خاک ایران بعد از حمله احتمالی آمریکا، آیا نیروهای کرد وارد عمل میشوند یا نه؟ دارم همین خدمتتون میگم، بستگی به این داره که چه وضعی پیش بیاد. اگر وضعی پیش بیاد که ما احساس کنیم نیروهای سرکوبگر کاملا ضعیف شدن و توان سرکوب ندارن و مردم کردستان توانایی بلند شدن و یه خیزش جدید، یه قیام جدید، یک حرکت جدید رو دارن، در اون صورت مطمئنا به کمک مردم خواهیم رفت. سالهای ساله که ما عملیات مسلحانه رو در دستور نداشتیم و انجام ندادیم و بارها اعلام کردیم و رژیم جمهوری اسلامی خودش از هر کسی بهتر و بیشتر میدونه که هدفهای مبارزه مسلحانه رو ما نداریم. این مسئله به بیش از 20 سال قبل برمیگرده. این سیاستی که عرض کردم، اینا اتهامات غیر واقعیه